السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آیا تا به حال براتون پیش آمده که بعد از دیدن یک فیلم ناجایز با خودتون بگویید که کافی است، باید از دیدن این فیلم ها دست بردارم، کاری که دارم میکنم اشتباه است، باید تمامش کنم. باید بدونی که تو تنها نیستی با این مشکل مواجهی، اما قطعا از خیلی از آنهایی که وجدانشان را به خاطر گناه توبیخ نمی کنند بهتری. قدم های زیر و بسیاری کمک کرده تا از دیدن فیلم های مبتذل خودداری کنند و صفحه جدیدی تو زندگیشان باز کنند. قدم اول، قانع بودن به تصمیم ترک آن. اگر هنوز قانع نشدی، باید بیشتر در زاویه قلبت بگردی و به قناعت کامل برسی که ادامه دادن این راه جز لغزیدن به مسیری که هیچ ثباتی نداره راه به جای نخواهد برد. هر بار که احساس ضعف کردی، توانایی خود را به یاد بیار و افکار منفی را به تفکر مثبت تبدیل کن. قدم دوم، از خداوند یاری بخواه و یاد داشته باش که پروردگار بر اساس نیت پاکت برایت کمک و یاری میرساند و راه توبه را هم برایت هموار میکند. قدم سوم، خودت را محاسبه کن و خودت را سوال کن چرا به این مرحله رسیدم؟ چیها باعث می شوند که به فیلم های مبتذل کشیده شوم؟ قدم چهارم، همین الان دست بکش، به دیگر روز نمان و خالصانه از پروردگار بخواه تا هدایتت کند و یار و مددگارت باشد. قدم پنجم، خودت را و خانه‌ات را تمیز کن. همه سیدی های مبتذل را بشکن و همه فیلم های ناجایز را که در تلفن و یا کامپیوتر داری پاک کن. قدم ششم، فعالیت های جنسی خود را اصلاح کن. اگر تا الان ازدواج نکردی، یاد داشته باشی که این فیلم ها بزرگترین دلایل ضعفی جنسی بعد از ازدواج هستند. کسی که معتاد است به فیلم های ناجایز به 3 بیماری روبرو می شود: ناتوانی جنسی، انزال زودرسی و وسوسه. اما اگر ازدواج کردی، باید بدونی که فیلم های ناجایز از دلایل شکست دادن ازدواج هستند. سعی کن که در ارتباط جنسی خود کارهایی را انجام دهی که تو را بیشتر برانگیزد. با همسرت لذت ببر. این کار می تواند نقش مهمی را در کنترل شهوتت داشته باشد. قدم هفتم، از بین بردن انگیزه ها. تو از همه بیشتر به وضعیت خود آگاهی و سعی کن جلوی انگیزه های شهوانی خود را بگیری. مثلا تا زمانی که کار خاصی به کامپیوتر یا به تلفن نداری، او را روشن نکن، چون استفاده بی دلیل باعث می شود که دوباره راه دیدن این نوع فیلمی ناجایز باز بشه. خودت تصمیم بگیر که از این کارها دست بکشی. قدم هشتم، چگونه برخورد با اوقات شهوت. باید یاد بگیری که چطور با اوقات شهوت برخورد بکنی. این کار اول شروع می شود و رفته رفته با اوج می رسد و تیز تمام می شود. فراموش نکن که این وقت طولانی نمی کشد و تو می توانی بر آن غلبه کنی. قدم نهم، اسیر وسوسه نشو. هرگز اسیر وسوسه قدرت نشو و فکر نکن که تو هر گونه فیلم را می توانی ببینی و تو قوی هستی. این کار تو را دوباره بر گناه کردن تشویق می دهد. قدم دهم، خودت را تشویق کن بر گناه نکردن. هر وقتی که بر گناه غلبه کردی، دیگران را هم یاری برسان برای خودداری از گناه. شاید دیگران هم از این گناه خودداری کنند. خداوند یار و مددگارتان باشد. اگر این گفته ها برای شما معقول باشد، ابونه شوید در کانال ما. شما با اضافه کردن کانال ما یاری می رسانید ما را تا ما بیشتر نوارهای مفیدی را ایجاد کنیم.